هولی شت، خودشونو کشتن رسما دوباره. نمیدونم چه دلیلی داشت که اونو بگن. نمیدونم چه دلیلی داشت که اونو بگن و هنوزم تموم نشده. سلام، کریستو هستم و امروز اومدم با یه ویدیو دیگه. این دفعه اومدم با یه ویدیوی خیلی جالب از آقای موجین. حتما به ساب برسونید، ساباشو برسونید. او به 200,000 رسید. فاک ساباشو نرسونید به چیزی، ولی خب برید حمایت کنید و ساباشو ببرید بالا. درسته 200 نفر اینجا بیشتر نیستیم، ولی خب همون 200 نفر هم ممکنه کمک کنم سابای بیشتری در آینده بگیره موجین. و اینکه اگه زبانتون خوبه خودتون این ویدیو رو به نظرم ببینید، ارزششو داره که ببینیدش و دیگه لازم نیست ویدیو منو ببینید. ولی خب اگه زبانتون خوب نیست یا دوست دارید که من یه سری نظرات اضافه‌ای که دارم و اینا رو بشنوید، یه سری حرفای اضافه‌ای که روش میزنم بشنوید، میتونید ورژن منو ببینید. ولی خب اگه انگلیسی بلدید پیشنهاد میکنم ورژن خود موجین رو ببینید، چون خودش خیلی باحال تعریف میکنه داستان. خب داستان اینجا در مورد یه ویتیوبر ایجنسیه. حالا ویتیوبر ایجنسی چیه؟ ویتیوبر ایجنسی به قولی جاییه که ویتیوبرها یا یوتیوبرهای مجازی به قولی که مخففشون کنم میشه ویتیوبر، یه کلمه‌ای که از ژاپن اومده. ویتیوبرها افرادی مثل من یعنی آواتاری که من دارم زیر شاخه ای از ویتیوبرها حساب میشه. افرادی مثل من یا گارگورا، دوسته عزیزمون اگه که معروف ترینش باشه اگه دیده باشیدش، میرن عضو اون آژانس ها میشن. ایجنسی یعنی آژانس، و اونا بهشون سیستم میدن، کامپیوتر میدن، مدل میدن که بتونن استریم کنن، ویدیو بزنن یا هر کاری که میخوان بکنن. و همه چیزی که استودیو در اختیارشون میذاره، یعنی مدل، چنل، سیستم اگه بهشون بدن نه، ولی خب مدل و چنل متعلق به اون آژانس ایجنسیه. و هر وقت که کارشون تموم بشه، همکارشون تموم شه، چنل یوتیوبشون، چنل توییترشون، هر چنلی که داشته باشن به قولی به فنا میره کاملا. و دیگه هم نمیتونم یعنی از اسم قبلیشون واسه تبلیغ خودشون استفاده کنن، یعنی رسما به فنا میره اگه همکاریشون تموم شه. و 2 تا ویتیوبر ایجنسی بزرگ داریم که یکیشون هولولایو و اون یکی نیجی سانجی. جفتشون هم ژاپنی ان. هولولایو یکم معروفتر و موفق‌تره متاسفانه و خوشبختانه. نیجی سانجی یه ذره عقب بود، قبلا یه ذره عقب بود، الان خیلی عقب‌تره. و هولولایو زیر شاخه کمپانی کاوره، نیجی سانجی زیر شاخه کمپانی انیکالره. و کمپانی که باش کار داریم الان نیجی سانجی و انیکالر هستن. من ممکنه هر کدومشون رو صدا کنم، این کمپانی ممکنه نیجی سانجی صداش کنم، ممکنه انیکالر صداش کنم. به قولی داخل 8 جون 2022، یعنی 2 روز بعد از تولد من، ارزش این کمپانی 2.5 میلیارد تخمین زده شده بود. یعنی اگه یکی میخواست این کمپانی رو بخره بعد مینیمم 2.5 میلیون دلار میداد، احتمالاً بیشتر هم میداد پاش، که خیلی 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 زیاده. 2.5 میلیارد دلار واقعا ارزش خیلی خیلی بالایی داره. و این داستان راجع به این کمپانی 2.5 میلیارد دلاری و یه دختر رندوم به اسم دوکی برد که شخصیت قبلیش قبل اینکه وارد این کمپانی بشه، و یا سلن تاتسوکی که ایشون باشه زیر نظر این کمپانیه. سلن تاتسوکی طبیعتا امتحانایی که لازم بوده رو داده، اومده عضو این آژانس شده که خیلی بزرگ بوده و تبدیل شده به یکی از بزرگترین یوتیوبرهای این آژانس که فکر کنم تقریبا 4 یا 5 سالم زیر نظرشون کار کرده، تا با چیزی که من یادم حداقل، شاید اضافه یادم بمونه. و یه سری مشکلات وجود داشته با کمپانی، بین سلم و کمپانی به قولی. و حتی قبل از مشکلات و اتفاقاتی که داخل این ویدیو افتاده، سلن تاتسوکی با کمپانی مشکل داشته. مثلا برای مثال فکر کنم یه مسابقه آرت میخواسته بذاره که طرفداراش فناش بیان آرت بکشن و به نفر اول از پول خودش جایزه بده. و بعد از اینکه خبر رو گذاشته بود، همه کاراشو کرده بود، کمپانی اومده بودن گفته بودن که نه فاکیت، ما اینجا مسابقه آرتی نخواهیم داشت و فاکیو بقولیم. که خب خیلی خیلی بده. من نمیدونم چرا ویدیو رو
480 گذاشته بودم. خب تا الان مهم نبوده خدا رو شکر، چیز خاصی نبوده که بخواید بخونید به جز 2.5 میلیارده که اونجا داشتم نشونش میدم، ولی خب مهم نیست. کلا سرن تاتسوکی موجود خیلی محبوبی شد بین طرفداراش و مشکلاتی که وجود داشت یه ذره باعث میشد طرفداراش از همون قبل یه نگاه منفی به قولی به انی کالر داشته باشن و یه جورایی دل خوشی از انی کالر و نیجی سانجی نداشته باشن. و حالا مشکلی که داخل این به قولی درامایی که داخل این ویدیو، داخل این جریانات اتفاق افتاد، چیزی که دارم راجعش ویدیو درست میکنم چی بود؟ از کجا شروع شد؟ از یه موزیک ویدیو که خودش با پول خودش 15,000 دلار خرجش کرده بود و این موزیک ویدیو رو داخل روز کریسمس به قولی برای اینکه به طرفداراش تقدیم کنه این موزیک ویدیو رو درست کرده بود و خب ویدیو رو آپلود کرد، گذاشت، همه دوست داشتن و کمتر از 24 ساعت ویدیو رو خود انی کالر، کمپانی انی کالر یا نیجی سانجی هر جوری می‌خواید سرچ کنید، ویدیو رو حذفش کرد و پرایوتش کرد که خب پرایوت نکرد، فکر کنم آن لیستش کرد، ولی خب فرق نداره، مهم اینه که ویدیو دیگه قابل دیدن نبود. ویدیویی که این همه سرش پول خرج کرده بود به قولی گروگان گرفته شد که خب خیلی بده و هیچ توضیحی هم ندادن که چرا، به هیچ دلیل. یعنی اومدن ویدیو رو برداشتن، هیچ توضیحی ندادن و خود سلن تاتسوکی چون به خاطر اینکه از این قضیه فشار خورده بود مجبور شد به صورت یه جورایی غیر مستقیم بیاد بگه که من معذرت میخوام که ویدیو پرایوت شده، آهنگ پرایوت شده، درست گفتم پرایوت که شهر بودن، مثل اینکه خیلی راحت باشید که ری آپلود کنید ویدیو رو، میتونید به راحتی ری آپلودش کنید، من رو چنل دیگه نمیذارمش احتمالاً و ری آپلودش کنید. کلی پول و زمان وقت این رفته بود و نمیخوام که به هدر بره، دوست دارم که طرفدارام ببیننش که بهشون میگه دراگونز. گون میشه عملی که تنها روی تختتون انجام میدید، بذار اینجا میگم میشه گون کردن، دراگون. و قرار بود که یه کادو واسه کریسمس به طرفداراش باشه که خب خرابش کردن کمپانی انی کالر. و بعد از این که این ویدیو رو گذاشت واسه چند روز پیش خبری ازش نبود تا اینکه 2 روز بعدش به قولی یه پست توی توییتر گذاشت، معذرت خواهی کرد از تمام طرفداراش، گفت که بخشید که هیچ خبری از من نبوده 2 روز، چون توی توییتر مدام پست میذارن یوتیوبرها اینا. من داخل بیمارستان بودم، بستری بودم و تا یه چند وقتم بستری میمونم و تازه تونستم دسترسی پیدا کنم به گوشیم و همین الان تونستم پست بزنم چون توی بیمارستان بستری بودم و هیچ دلیلی هم نگفته واسه چی بستری بوده. ولی یه نکته اینجا است که خوب شد من دستمو گذاشتم روی تایملاین و یادم اومد، چون یادم رفته بود این نکته رو. این همچین چیزی وجود داره داخل انگلیسی که همینجا استفاده میکنن، یعنی I've been، I have been در اصل این بوده و مخففش کردن واسه همین میشه I've been و اینو میذارن اینجا که نشون بده که مخفف شده، مردم بفهمن که این 2 تا کلمه جدا و مخفف شده. حالا یه نکته ولی اینجا هست، توی انگلیسی این برعکسه، یعنی این باید به این سمت و باشه، یعنی شبیه و باید برعکس این باشه، باید به سمت نوکش باید به سمت راست باشه. توی ژاپن نوکش به سمت چپ معمولا توی کیبوردهای ژاپنی، که خیلی مشکوکه چون سرن تاتسوکی ژاپنی نیست و ژاپنی حرف نمیزنه. چرا باید کیبورد ژاپنی داشته باشه که وقتی تایپ میکنه اینجوری باشه چیزش، مثلا رو گوشیش؟ قبلا هم همچین چیزای بوده داخل توییتر کاراکترهای دیگه، ویتیوبرهای دیگه ای که استریم میکردن، همچین موردی داشتیم و اونا همیشه ورژن انگلیسیش استفاده، که خب خیلی عجیبه که چرا یهو وقتی توی بیمارستان بوده خانم سرن تاتسوکی یهو از ورژن ژاپنی این علامت، این نشونه استفاده کرده. خیلی جالبه و عجیبه واقعا. اون لحظه کسی زیاد به این قضیه توجه نکرد، ولی در آینده اتفاقاتی میفته که این خیلی مهمه. 31 دسامبر پیام دوباره یه توییت میذاره، پیام کجا بوده، یه توییت میذاره که میگه ممنون از همه که
تا الان منو حمایت کردن وقتی که بیمارستان بودم و نبودم اینجا که پستی بذارم. این ورژن انگلیسیشه، و نیست اصلا، نمیدونم چرا گفتم و نیست ورژن انگلیسیش، یه چیز کاملا جداه و میتونید ببینید که خیلی تو چشم متفاوته و کاملا به وضوح میفهمید اگه ببینیدش اینجا که سب کنم یه چیزی طبیعی نیست. و الان از بیمارستان به قولی مرخص شده، اومده پیش خانواده‌اش، مادر پدرش و اونجا داره میمونه که بهش کمک کنن. از همه تشکر کرده که حمایتش کردن و از همه برای همه به قولی آرزوی یه سال خوبو کرده، چون توی کریسمس تمام این اتفاقات افتاده. و بعد ساکت شد، همه چی سکوت کامل شد و هیچ خبری نبود تا توی یه ایونت به قولی حضوری گفته بودن که سلن نمیاد، سلن تاتسوکی نمیاد. قبلا لازم نبوده بیاد، فقط کافی بوده توی آواتارش استریم کنه و اونجا یه چیزی آواتارش نشون بدن، چون قیافش نشون نمیدن یوتیوبرها، و گفتن که قرار نیست شرکت کنه داخل این، چون حالش بده و فلان این حرفا، نمیتونه شرکت کنه توی این ایونت. که خب همه به قولی آرزوی موفقیت کردن، آرزوی اینو کردن که بهتر خوب بشه، چیزش حالش خوب بشه و درمان بشه، به قولی ریکاوریشو بتونه انجام بده و برگرده. ولی همچنان زمان گذشت و 1 ماه شد از آخرین توییت خانم سلن تاتسوکی. طرفداراش یکی از دراگون ها، به قولی دراگون ها، اومده بود گفته بود که میدونم که ممکنه به عنوان یه طرفدار دو آتیشه به قولی شناخته بشم با این حرفم، ولی خب دیگه نمیتونم همینطوری وایسم، نگرانشم که ببینم حال استریمری که طرفدارشم خوبه یا نه. و بعد این عکس رو گذاشته بود که توش موضوعاتش رو نوشته بود، اگه عکس کاملش نشون بده که نمیده، مهم نیست. خلاصش اینه که 1 ماه خبری ازش نیست. از بقیه استریمرها هم که این پرسیم هیچ جوابی نمیدن، اصلا انگار دارن ایگنورش میکنن، نه اینکه جوابی بدن بگن نمیدونیم، اصلا اسمش هم نمیارن، مثلا میگن او سلن تاتسوکی نمیدونیم میشه، ولی اسمش هم نمیارن، اصلا پیام هم نمیخونن، هیچی کاملا ایگنور میکنن، هیچ خبری ازش نیست، استودیو هم هیچی بهش نمیگه و خب ما نگرانشیم و امیدوارم که یه پیامی بتونیم بگیریم که چرا 1 ماه خبری ازش نیست، وقتی که مخصوصا وقتی که گفتن از بیمارستان مرخص شده و نگران بودن در کل. و یکی از دوستای یوتیوبرش RPR هم یه توییت میذاره که توش میگه 1 ماهه که هیچ خبری از سلن تاتسوکی نیست، هیچ جایی نمیتونم خبری ازش بگم، چه از رفقا چه از هر چیزی، هیچ خبری ازش نداریم. من از نیجی سانجی دوست دارم بخوام که به قولی یه خبری بدن به ما از این که به قولی سلن تاتسوکی کجاست و حالش چطوره، با هشتگ وریز سلن به قولی این کار انجام بده. چند روز بعد از این که اون هشتگ سلن کجاست به قولی ساخته شد، یهو همه اومدن دیدن تمام ویدیوها و تمام کانتنت هایی، محتوایی که داشته، لایو، ویدیو، هر چیزی توی چنل سلن تاتسوکی همش پاک شده، هیچ خبری نیست، هیچ خبری از چنل نیست، همه چیز پاک شده. توییتر هم همینطور، همه چیز پاک شده و یه پیام اومد که به قولی قراردادشون منحل شده، قراردادشون کاملا بسته شده، انداختن دور، پاره کردن، اخراجش کردن، بیسیکلی ترمینیشن رو نمیخوام ترجمه فارسی کنم، اخراجش کردن، بیسیکلی پیامش اخراجش کردن. حالا چرا اخراج کردن بده؟ چون اخراج کردن چیز منفیه داخل کامیونیتی، با اینکه ممکنه اتفاقاتی بیفته. قراردادها معمولا اینجوری نیست که قرارداد یه شخصی تموم شه و بعد قرارداد دیگه مثلا چیز نکنن، اینجوری معمولا اینجوریه که وسط قرارداد یا از قبل هماهنگ میکنن، وقتی قرارداد تموم بشه ما دیگه نمیخوایم به همکاریمون ادامه بدیم با این آژانس، با این ایجنسی، با نیجی سانجی، با هولولایف، هر چیزی، معمولا اینجوری اتفاق میفته و بهش میگن فارغ التحصیل شدن. یعنی چی؟ یعنی اینکه دیگه این کاراکتر رو نخواهد داشت، از این کاراکتر فارغ التحصیل میشه، یه اسم خفن واسش گذاشتن که دیگه بار منفی نداشته باشه. و یه حالت دیگه داریم اینجا هم از ایموجی نرد استفاده میکنیم، فارغ التحصیل شدم، همچین حالتی میگن، اینجوری میگن فارغ التحصیل شدن یا اینکه اخراج شدن، که خب خیلی بده، ترمینیشن، اخراج شدن خیلی بده. معمولا وقتی یه شخصی اخراج میشه یعنی یه کار خیلی افتضاحی کرده، اصلا معلوم نیست چی کار کرده، گند زده و همه اینجوری بودن که واو اخراج شده، چرا اخراج شده، چطور اخراج شده، و 2 صفحه نامه گذاشته بودن واسه اخراج
خانم سلن تاتسوکی روی توییتر که توضیح داده بودن به طرفدارا که چرا اخراجشون کردن اینا، که صفحه اول مزخرف اصلا مهم نیست چیه. صفحه دومو میریم. صفحه دوم همون چیزایی که توی صفحه اوله رو به قولی توضیح میدن دقیق‌تر و توی با استفاده از دیتیل با جزئیات بیشتر توضیح میدن که اینجا این صفحه اول این بدن و این جمله رو اگه ترجمه کنید، کسی که انگلیسی بلد باشه این جمله رو بخونه میفهمه این جمله چه مزخرفیه. هیچ معنی نمیده این جمله. یعنی تو هر چیزی رو میتونی بیا دوباره قرارداد شد، بحث قرارداد شد، مثل قرارداد کثیف اویوورس شد، هر چیزی رو میتونی بذاری زیر دسته این و بگی که آره این جزء این مزخرفاته و جزء این بند قرارداد، پس اخراجت میکنیم. خیلی خیلی بده. و میرسیم به صفحه دوم که یکی از مهمترین قسمت‌ها صفحه دوم قسمتیه که راجع به موزیک ویدیو صحبت میکنن که یه جورایی دلیل اصلی این بود که سلن اخراج شده. و چیزی که راجع به موزیک ویدیو میگن اینه که از اونجایی که چیزایی که داخل این موزیک ویدیو به قولی استفاده شده مشخص نیست، همه جا اجازه به قولی ازش گرفتن شد، تمام اجازه های لازم، تمام مدارک لازمی که وجود جمع آوری نشده توی 25 و 24 ویدیو رو گرفتن و توی 25 به سلن تاتسوکی گفتن که اجازه نداره ویدیو رو آپلود و بعد صبر کنیم بعد ویدیو رو آپلود کنیم. و همچنان سلن تاتسوکی ویدیو رو آپلود کرد و گذاشتش بدون اینکه هیچ بقول گوش بده به این حرفشون که یه جورایی اوکی. جلوتر به این میرسیم. یه نکته هست که میخوام بگم. اینجا همه سر این قضیه به نیجی سانجی هیت میدن که کار درستی میکنن، به نیجی سانجی به قولی هیت بدن و انیکالر، ولی خب سر این قضیه یه نکته هست که فکر کنم هیچ کسی بهش توجه نمیکنه، حتی تو این ویدیو هم راجعش صحبت نمیشه. و وقتی که میخواستن تمام مثلا به حرف خودشون، این حرف خودشونه، میخواستن که تمام موضوع رو به قولی یکم آروم کنن، این طوفان رو آروم کنن، واسن آروم شه این موضوع، کلا آرومش کنن، نذارن دراما باشه، اخراج نشه و فلان این مزخرفات. از سلن تاتسوکی به قولی خواسته بودن که یکی این دو گزینه رو انتخاب کنه، یا خودش بگه که چرا موزیک ویدیو پرایوت شده، یعنی بگه که او تمام اون به قولی اجازه های لازم رو نتونستم بگیرم، فلان نتونستم بکنم، یا اینکه بگه ما انجامش بدیم. که من بعید میدونم این مزخرفه، به نظر من حقیقتش بعید میدونم این کار انجام داده، چون سلن تاتسوکی اگه این خبر رو گرفته بود، به قولی این حرف رو گرفته بود، این پیام رو گرفته بود، میومد مستقیما میگفت که جریانش چیه. اوکی، میومد میگفت آره من به خاطر اینکه فلان چیزو نگرفتم این کارو میخوام بکنم. یه چیز مزخرفش گفته بودن که اینو بگو. بعید میدونم چیزی گفته باشن گذاشته باشن خودش دلیلشو بگه، چون دلیلشو نصف نیمه گفته بود که ویدیو رو کشیدن پایین، ویدیو رو به قولی پرایوت کردن که به صورت غیر مستقیم می‌خواست توضیح بده و نمیتونست چیز خاصی رو توضیح بده. اگه اجازه اینو داشت که بگه، دلیل نداشت که نگه. پس من اینو باور می‌کنم، هیچ دلیلی نداشت سلن تاتسوکی که به طرفداراش نگه، به خاطر اینکه یه سری مشکلات کپی رایت ممکنه مثلا باشه، من مجبورشم ویدیو رو پرایوت کنم. همچین چیزی، همچین اتفاقی اصلا نیفتاده، بعیدونم افتاده باشه، چون منطقی نیست واقعا منطقی نیست. چرا نباید سلن تاتسوکی بگه؟ سلن تاتسوکی میگه آره نیجی سانجی گفته من کپی رایت چیزای مشکلات کپی رایت ممکنه با این باشه و ویدیو رو کشیده پایین، مشکلات کپی رایت نیست از نظر من، ولی خب فلان. مشکل اینجاست که یه کاری کردن که باعث شده بیفته گردن سلن تاتسوکی و احتمالاً سلن تاتسوکی اصلا اینو قبول نکرده، چون موقع توی بیمارستان بوده و با یه به قولی حالت وکیلش، بذار اینجوری بگیم وکیل نبوده ولی ما وکیل در نظر میگیریم، با وکیلش داشته صحبت میکرده و وکیلش گفته که نه همچین اتفاقی نمیفته، ما قرار نیست همچین کاری. واسه همین دسترسیشو از تمام اکانت های سلن تاتسوکی گرفتن، از تمام اکانت هایی که داشته زیر کمپانی نیجی سانجی دسترسیشو گرفتن و دیگه هیچ دسترسی نشه به اکانتاش، توییتر، یوتیوب، هر چیزی. حالا چرا حالش بد بوده و داشتن صحبت میکنن سر قضیه‌های کپی رایت که این ویدیو رو بعد بکشی پایین که احتمالاً هیچ مشکل، احتمالاً 99% هیچ مشکلی هم ویدیو نشه. حالا بهتون میگم چرا و چرا 1% احتمال داشته مشکلی وجود داشته باشه، ولی احتمال 99% هیچ مشکلی نبوده. یه مورد. دو اینکه حالش بد بوده و تو بیمارستان بستری بوده. چرا توی بیمارستان بستری بوده؟ سوالیه که شاید از اول ویدیو تا الان پرسیده باشید.
میگه تمام تلاشمون رو کردیم که تمام این قضیه رو حل کنیم به قولی، ولی سلن تاتسوکی درخواست کرده بود، درخواست قانونی به قولی کرده بود که انیکالر کمپانی که نیجی سانجی زیر شاخشه باید میخواد ازشون شکایت کنه و بعد از لحاظ قانونی به قولی جواب پس بدن و اینکه قرار نیست دیگه استریمر باشه زیر نظر انیکالر، به خاطر اینکه قرار داشته. فقط ببینید چقدر اینا احمقن. هولیشه اینجا تازه شروع میشه. اوکی، اینجا تازه اون افتضاحات و گوهکاری‌های کمپانی نیجی سانجی و خراب کردن خودشون به قولی شروع میشه از همین ثانیه. میگه دلیل این که نمیخواد استریمر باشه به خاطر اینه که توسط افراد دیگه داخل نیجی سانجی و استریمرهای دیگه داشته اذیت میشده، داشته بولی میشده، داشتن اذیتش میکردن، حالا به هر شکلی، و نیجی سانجی هیچ چیزی نکرده، هیچ دخالتی نکرده اونجا. و اینجا هم عاشق اینم که بعد اینکه نوشته این فلان داشتن بولیش میکنن، اذیتش میکردن، من چه بلایی سرش ببرم من خدا رو، بقیش داشتم و غیره. انگار مثلا کتاب جغرافیایی چیزه، افتخارات فلانی رو بگو، گرفتن تهران، آزاد کردن ایران از دست نمیدونم فلان چیز و غیره، مثلا یه همچین حالتی بشه. قشقشای جوونه که خوب اینه که هیچ اهمیت نداره، غیره چیزای دیگه هم بوده، ولی مهم نیست چیزای دیگه چی بوده، مهم اینه که داشتن اذیتش می‌کردن، اونم زیاد مهم نیست. حالا میگه داشتن اذیتش می‌کردن، از کجا معلوم داشتن اذیتش می‌کردن؟ کی مدرک دارید آقای محترم، خانم محترم، مدرک دارید داشتن اذیت؟ نه مدرک که ندارید. یه قشنگ بی اهمیت بودن قضیه رو توی این متن دارم حس میکنم واسه کمپانی که هیچ اهمیتی نداشته که یکی از بزرگترین استریمراشون داشته اذیت میشده و بولی میشده توسط افراد دیگه. من حرفی ندارم. و اینکه زیر بار نرفته که اکتیویتی رول، قوانین فعالیت رو زیر پا گذاشته، یعنی اینکه یه ویدیو رو وقتی گفتن نظار گذاشت، او نو، ویدیویی که خودش پولش رو داده، خودش درست کرده، همه کارش کرده. و سن تاتسوکی گفته که ما هیچ چیزی نداریم، هیچ مکالمه دیگه پیش نمیبره، من میخوام برم خارج از این کمپانی. و همچنان یه توییت گذاشت که وضعیتش رو توضیح داد و گفت که به قولی ویدیو رو ریاپلود کنید. و دوکیبرد بعد اینکه این چیزو نوشتن و واسش به قولی خانم دوکیبرد یا سلن تاتسوکی، از این به بعد دیگه بهش میگم دوکیبرد چون دیگه داخل نیجی سانجی نبوده از اینجا به بعد داستان. و خانم دوکیبرد اینجوری بود که من دیگه ساکت نمیشینم، من بستری شده بودم به خاطر اینکه میخواستم خودکشی کنم، به خاطر اینکه فشار خیلی زیادی بود که بقیه داشتن اذیتم میکردن، فضا تاکسیک بود و هیچ پولی هم در نمیورده از کارش. و درخواست داده بود که توی 26 ژانویه، یعنی یه ماه تقریبا بعد از این که این توییتو گذاشته بودن و اخراجش کرده بودن، خودش یه استریم بذاره و خداحافظی کنه، به قولی فارغ التحصیل بشه بذاریم. ولی خب اخراجش کردن با اینکه توافق کرده بودن، توافق نکردن، درخواست داده بود. اینجا هم یه توییتو بزرگتر میبینیم اگه میخواید بخونیدش خودتون. نیجی سانجی داخل پست خودشون گفته بودن که 26 دسامبر تمام دسترسی‌هاشو از روی اکانت گرفته بودن، همونطوری که ولی توی 27 پیام گذاشته بود که او من بستری شدم، من توی فلانم، توی بیمارستان بستری هم، حالم خوب نیست و دسترسی به گوشی میگرفتم. عجیبه چطور یه شخصی که بیمارستان بستریه و دسترسی به اکانتاش نداره و حالش هم خوب نیست چون خودکشی کرده بود، تونسته توییت بذاره بدون دسترسی به اکانتاش، بستری تو بیمارستان با گوشیش که او من الان دسترسی دارم نگران نباشید فلان فلان فلان، یه پیام چیز داده به طرفدارا. چطور این کارو کرده وقتی دسترسی نشه؟ حالا اینو ادیت کردن، چیزشو براشن، اون ورژن ژاپنی اینو انگلیسی کردن، ولی خب هنوز به قولی یه ذره
یه ذره فقط مشکوکه، یه یخت مشکوکه، نه خیلی ها، ولی خب یخت مشکوک. من هنوز نمیفهمم چطوری تونسته این توییتو بذاره، ولی خب یه ذره من حالا به هر حال اتفاقات غیر ماوراء الطبیعه ممکنه اتفاق بیفته داخل این دنیا، ولی خب مشکوکه. شک دارم که اینجوری پیش رفته باشه. و یه بار دیگه هم توییت گذاشته بود که من پیش خانواده‌ام که دارم بهم کمک میکنن به طرفداراش چیزو سال نو رو تبریک گفته بود. این همه مثلا پیام خیلی چیزی گذاشته بود، هولسامی گذاشته بود. هولسامو چجوری ترجمه کنم؟ هارت وارمینگ هم نمیدونم چجوری هارت وارمینگ میشه قلب گرم کننده، دل گرم کننده. آره دل گرم کننده. what the fuck، میخواستم مستقیما ترجمهش کنم واسه میگم. anyway دل گرم کننده، یه پیام دل گرم کننده گذاشته بود که طرفداران فلان اینا، و هیچ کدومش خودش نبوده. what the fuck، یارو تلاش کرده بود خودکشی کنه، اینا اومده بودن رو اکانتش داشتن پیام میذاشتن از طرفش. یعنی چقدر میتونید کثیف باشید. holy shit، واقعا فشار داره این، واقعا فشار داره. و کثیف‌ترین کارش این بود که همون لحظه بهتون گفتم از این جمله شروع کردن ریدن به خودشون. اولا اینکه یکی دیگه از دلایلش این بود که اینجا ایشون خودکشی کرده بود، ولی خب این جریان بعد از اون که اون جمله گفته شد به قولی معلوم شد. اون جمله وقتی گفته شد تمام استریمرهایی که زیر دست اون کمپانی کار میکردن و ریده شد بهشون. همه شروع کردن سابسکرایبر از دست دادن، چون که اومده بودن یه شخصی رو به قولی اذیت کرده بودن تا سطحی که خودشو بکشه، تا لولی که مجبورش خودکشی کنه دیگه. به این چقدر اذیتش کرده بودن و واقعا کثیف بود. همه رو انداخت زیر کامیون. اگه میخواست کسی رو بگه این کارو کرده بعد اسم میبرد. اگه وقتی اسم نمیبری همه طرفدارای نیجی سانجی و اینیکالر فکر میکردن که او اگه استریمر من باشه چی. همه شروع کردن سابسکرایبر از دست دادن و دوکیبرد خیلی گیگا چدوار قبل از اینکه استریمر بذاره 260,000 تا استریمر بذاره، قبل از اینکه بره لایو و استریم بذاره 206,000 تا سابسکرایبر گرفت، در حالی که همه داشتن ساب از دست میدادن. یه سری عدسن اگه شما نکنم، برای مثال اسکارله از دست نداد، یکی از استریمرشون بود. اسکارله کلا توی این چیز هیچ آسیب خاصی ندید توی این درامای کلی. توی یه درامای دیگه بلا سرش اومد بنده خدا، ولی خب آسیب خاصی ندید توی این دراما. ولی دیگه کسی دیگه نیست که، و تقریبا فکر کنم همه افراد دیگه شون که فکر کنم 15 16 نفر باشن همشون آسیب دیدن از این دراما، که خب خیلی کثیفه، چون 90% گردن خود نیجی سانجی بود که انداختشون زیر کامیون به قولی. what the fuck، خب این چه حرفی بود که زدید؟ و همه این قضايا مینستریم شد و همه شروع کردن راجع بهش صحبت کردن که اوکی پایرو ویدیو گذاشت 200k نمیدونم fucking most critical ویدیو گذاشت راجبش. خیلی اتفاقات افتاد و همچنان ادامه دادن بریدنشون. نیجی سانجی نمیتونستن جلوی خودشونو بگن، باید میریدن، توان جلوگیری خودشون نداشتن. ماد چت دوکیبرد که به قولی کسیه که میتونه ادمینه توی چت، میتونه مردم بند کنه، میتونه این کارو بکنه، چت میتونه کنترل کنه واسه اینکه چت به گوه کشیده نشه به قولی. اونو آن ماد نکرده بودن و هنوز ماد بود. اونم رفته بود لایو، یه لایو سیاه، یه چیز خاصی لایو نکرده بود، صفحه سیاه بود و گفته بود که نیجی سانجی خراب کرده، فاکاپ کرده و ماد منو نگرفته، دستی ماد منو نگرفته. و اومده چنل دوکیبرد که چنل دومشون باشه، چنلی که سلن تاتسوکی به قول تبدیل شده بهش باشه رو تبلیغ کرده توی لایو و باعث شده که سابسکرایبراش برن بالاتر. و یه نفرم این احمقا 28 ماه جوین چنل شده توی تویچش فکر کنم. اینجا تویچه، آره نه آره دیگه، نه این که این تویچ نیست، این یوتیوبه، نمیدونم چرا میگه تویچ، این پایین یوتیوبه. اومده ممبرشیپ یوتیوبش رو به قولی 28 ماه تمدید کرده که خب
اون چنین دستش چیزا بود، دست سله نبود و پس هیچی دستش نرسیده. نمیدونم چرا این کارو کرده، رسما ریده تو پول خودش و پول داده دست نیجی سانجی. انقدر این قضیه میم شد و معروف شد که توی ویکی‌پدیا وقتی میگم بلک کمپانی یعنی کمپانی سیاه، کمپانی که رسما از مردم بردگی میکشن توی کمپانی در این حد باید یه اون لیستا توی ویکی‌پدیا مردم رفته و اسم نیجی سانچی گذاشته بودن که آره این بلک کمپانی کمپانی که توش از مردم بردگی میکشن. خب این خیلی خنده‌دار بود و یه چیزی ترند شد، نمیدونم اینجا هشتگشو میزنه یا نه، یه هشتگی ترند شد به اسم سینک د یاخت که میشه یاخت ترجمه فارسی چی میشه؟ چیه واسه من سرچ کنم. من فارسی کم بلد، همونطوری که دارید متوجه میشید اینجا داخل این ویدیو من فارسی کم بلد و باید فکر کنم ببینم کلمات انگلیسی ترجمه فارسیشون چی میشه. یاخت خاک بر سرت. خب قایق بادبانی که بعید میدونم قایق بادبانی باشه حقیقتش، قایق گنده‌هایی که داره اون قایقشو به قولی غرق کنن، سینک د یاخت که یات البته فکر کنم آره یاته، سینک د یات که میشه قایق رو به قولی غرق کنید، چون یه قایق چیز داره، یه قایق تفریحی داره، رئیس کمپانی انیکالر و نیجی سانجی یه قایق تفریحی داره و مردم میگن که اونو غرق کنید که خب کار درست میکنن غرقش کنید لطفا. نمیدونم چرا هنوز اون قایق اون یات به قولی سر پایه و روی آبه و اوه قسمت مورد علاقه من کلی اسپانسر کشیدن از اینا بیرون. یه اسپانسر که پی سی اسمبل میکرد، پی سی رو میذاش رو هم رفته کیس درست میکرد میداد به مردم که یه چیز بزرگ قرار بود داشته باشه، کلاب بزرگ قرار بود داشته باشه، همکاری بزرگ قرار بود داشته باشه و یه چند تا اسپانسر دیگه شون از دست دادن کاملا. نه واسه مثلا مدت چرا امروز اینجوری نمیتونم حرف بزنم، نه واسه مدت محدوده بلکه کاملا قراردادها و اینا رو کلا نابود کردن و اینجوریه که ما همکاری نمی‌کنیم با ایشون. و بعد از اینکه تمام این اتفاقات افتاد مردم اینجوری بودن که خب دیگه به فاک رفتن، همش تموم شد، دراما داشت آروم میخوابید، مشکل خاصی دیگه نبود، آروم داشت همه چی ساکت میشد که یهو این چیزو داخل پرونده های درآمدشون داخل سال و اینکه چه در آینده قراره چه اتفاقی واسه درآمدشون بیفته نوشته بودن. 7 فوریه اینو دقت کنید، این به قولی مدارک توی 7 فوریه منتشر شده بود و اینجوری بود که 5 فوریه انیکالر این تصمیم رو گرفت که به این نتیجه رسید که به قولی اخراج کردن سلن تاتسوکی استریمر نیجی سانجی انگلیسی تاثیر خاصی روی درآمد ما نخواهد داشت. و شاید بپرسید که حالا شاید بگید که تاثیرش چی بوده آقای کریسا، تاثیرش چی بوده؟ میام این گراف رو نگاه میکنیم، گرافی که به قولی ارزش کمپانی انیکالر بوده داخل دنیا به ین، البته دوست داشتم به دلار باشه ولی خب به ین مهم نیست، هیچ اهمیتی نداره، مهم اعدادیه که قراره ببینیم اینجا. بریم به 6 ماه اخیر که اون چیزش نشه باشه. آره 6 ماه اخیر اینجا درسته. اینجا یه سری درامای دیگه بود که مهم نیست، این وسط درامای سنتاتسوکی تقریبا اتفاق افتاد، اینجا بود که اومد پایین، همه اتفاقات افتاد تموم شد رفت، هیچ کسی اهمیتی نداد بهش، همه یاشون رفت آروم داشت میرفت بالا، استاکشون همه چی اوکی بود به خوبی و خوشی تا وقتی که فکر کنم اخراجش اینجا بود، اخراجش دیاره 5 فوریه. اینجا گفتن جنوری بود که گفتن هیچ تاثیر نشه. نه فوریه بود. او نو 5 فوریه هیچ تأثیری نخواهد داشت اخراج خانم سن تاتسوکی روی درآمد ما و درآمدی که ما قراره در آینده داشته باشیم. و یهو این اتفاق واسهشون افتاد، ارزش کمپانیشون یهو این اتفاق نصف شد، 10% سقوط کرد. 10% سقوط کرد.
خیلی. و میبینید دفعه قبلی هم همین اتفاق واسهشون افتاده بود، ولی خب رفته بود بالا، به اندازه قبل نرفته بود بالا. از 4000 تا 4000 ین تقریبا 3800 ین اومده بود 3770 ین. همینجوری آروم آروم معمولا استاک کمپانی میاد پایین که خراب میشه همه چیش. ولی خب هولی شت، خودشونو کشتن رسما دوباره. نمیدونم چه دلیلی داشت که اونو بگن. نمیدونم چه دلیلی داشت که اونو بگن. و هنوزم تموم نشده. هنوزم دارن شکست بخورن، هنوزم داره میره پایین از اون قضیه. یعنی هنوز تاثیرشو گذاشته اون موقع و هنوز دارن قبر خودشونو میکنن و ارزششون رو میارن پایینتر. یعنی فقط و فقط انیکالر داره به خودش میرینه، نمیتونه تموم کنه این قضیه رو به خودش ریدن. ادامه میدیم ویدیو رو. اینجا گفتن هیچ اتفاقی نمیفته و میتونید نگاه کنید که توی یه کمپانی دیگه یه چیزی که به قولی آنالیز میکنه استاک و ارزش کمپانی‌ها رو، که استاک کدوم کمپانی قراره بره بالاتر، استاک سهام کدوم کمپانی قراره بره بالاتر، سهام کدوم کمپانی قراره بیاد پایینتر. اومده بودن گفته بودن که آره اتفاقی قرار نیست بیفته. ما هم گفتیم که اتفاقی قرار نیست واسهشون بیفته، چون درآمد نیجی سانجی این که یعنی شاخه انگلیسی نیجی سانجی که ویتیوبرها باشن فقط 20% درآمدش و اینا و ضربه خاصی نمیزنه به چیز. و اینجا یه بار دیگه میتونین گراف رو ببینید که دقیقاً حرف منه. اینجا استیتمنت رو دادن، اینجا یکم تانک کرده بودن، یکم اومده بودن پایین، اشکال نداره، چیز خاصی نیست. 2% اومده بودن پایین، اشکالی نداره، پیش میاد و یا خب مردن 10% اومده بود پایین و همچنان هم ادامه داشته اون پایین رفتنشون، متاسفانه یا خوشبختانه. من که خوشحالم. و خب خیلی خیلی خنده داره. هیچ تاثیر خاصی نخواهد داشت، فقط 10% ارزش کمپانیمون رو میاره پایین‌تر، هیچ ارزشی نخواهد. 45% ارزش کمپانی، نصف کرده بودن ارزش کمپانیشون. خیلی مهارت میخواد که تو 6 ماه ارزش کمپانیتون رو نصف کنید. خیلی مهارت میخواد. باید اسکیلتون، رنکتون باید بالا باشه تو ریدن که بتونید اینجوری برینید. این به این راحتی ها نیست این کار. و دو کیبرد یه منیجر گرفته بود که به قولی یه مدیر که بیاد کارشو بررسی کنه، چیکار کنه چیکار نکنه، واسش اسپانسر بگیره و این کاره ریزکاری و قولی. و مادش خیلی کیوته، واقعا باحال مادش، دوستش دارم مادشه. مثلا این لبخند اسماگ کجی که داره خیلی باحال. anyway استریمی که گذاشته بود، تو استریم 2 ساعتش تقریبا مدام 125,000 تا 120,000 تا ویور فکر کنم گرفته بود که خب خیلیه 120,000 تا استریم الکی نیست، ویور الکی نیست. ایونت های خاص بالای 100 کی میگه. فکر کنم معروف ترین استریمرهای دنیا تو حالت عادی مثلا شاید 50 کی بگیرن استریمشون. این استریم اولش 120,000 تا ویو گرفته بود اولین استریمش مدام. وقتی استریم تموم شد 1,100,000 اگه اشتباه نکنم چیز داشت، ویور داشت، چون یه 2-3 روز اومده بود روش. و یه چیزی که من یادمه 1,100,000 بود، 1,100,000 ویور داشت توی استریم و 1,100,000 ویوشو دیده بودم وقتی استریم تموم شد درجا. و خب خیلی 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 بزرگه این عدد واسه یه استریمر، مخصوصا استریمری که اولین ویدیوشو داره میذاره. و تمام این اتفاقاتی که افتاد به قولی تبلیغ بود برای سلن یا دو کیبرد، هر جوری که میخواید صداش کنید. و خب من خیلی خوشحالم واسش، حقیقتش موجود باحالیه. خودم استریم زیاد نگاه نمیکنم واسه همین کانتنتش رو دنبال نمیکنم طبیعتا، ولی خب به نظرم شخصیت جالبی داره و اگه استریم دنبال میکنید و زبانتون خوبه حتما برید حمایتش کنید. خیلی خیلی شخصیت باحالی داره و فان معمولا. و واسه طرفداراش میخواست اسم بذاره که اسم گزینه‌های مختلف گذاشته بود: ساس پکس، توری بربز، توماتوری، توری میشه پرنده به ژاپنی، توماتوری میشه توماتوری نمیدونم تخم مرغ توماتوری تاما اون البته توما نمیدونم منظورش اینجا میمه هرچی هست نه همشون میمه. و دراگونز که اسم فن بیسش واسه سرین تاسوکی بود که همه گفتن دراگونز و خب کپی رایت هم نبود و اسم فن بیسش رو دوباره گذاشت دراگونز که خب خیلی هم خوبه، خوشحالم واسه شون. و انیکالر همچنان یه ایونتی داشتن که واسه این دراماشون انداختن عقب. درامای شاید باورتون نشه ولی در همین حینی که این اتفاقات داشت میافتاد درامای دیگه هم داشت اتفاق میافتاد. یعنی من اگه بخوام راجع نیجی سانجی و
گوهکاریاشون ویدیو درستونم یه 100 روز 200 روزی ویدیو دارم و هیچ چیز دیگه نمیتونم بذارم. بعد هر روز فقط نیجی سانجی بذارم که چقدر ریدن به کمپانیشون و چطور تونستم برینم به کمپانیشون انقدر. و واقعا واسه من عجیبه که چطور یه همچین کمپانی با همچین مدیریتی تونسته معروف شه به صورت کلی. اصلا چطور ممکنه که معروف شه همچین کمپانی؟ هولی شت، خیلی 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 عجیبه. و این قضیه به قولی معروف شد توی اخبار حتی و همه جا به قولی این قضیه معروف شد و توی سایت خبری هم حتی این قضیه رو گذاشتن. خلاصه خیلی خیلی جالب بود، خیلی خیلی فاکاپ بزرگی بود و تمام مشکلات نیجی سانجی از همینجا شروع شده. یعنی همین الان که میبینید این نگاه کنید، قبلش میبینید آره یه سری دراما داشتن ولی کامبک میزنن. ببینید مثلا اینجا اومده بودن پایین، اگه از مثلا 5 سال پیش شروعش کنید ببینید رفته بودن بالا. اینجا کووید بود، اینجا اوجشون بود، کووید نبود، اینجا اوجشون بود وقتی تازگی‌ها به قولی چیزو زده بودن مکس اگه بریم. آره اینجا شروعشون بود، از 22 جنوری توی انگلیس اومده بود، توی کامیونیتی انگلیسی اومده بودن. انی کالر به قول فکر کنم همین اطراف بود، یه ذره شغلی می‌تر مهم نیست. مهم اینه که رفته بودن بالا، دوباره صعود کرده بودن، اومده بودن پایین، یه سری اتفاقات افتاده بود، دوباره اومدن بالا، داشتن کامبک میزنن، یکم بالا پایین داشتن ولی استیبل بود. اینجا استیبل ترین دورانشون بود توی این 5 سال اخیر، از 9 ژوئن 2023 تا 8 مارچ که صعود کردن. حتی قبلش اینجا هم به فاک داده بودن خودشونو از بوی 2 فوریه. ولی خب تمام تلاششون رو کردن که فاک اپ کنن خودشون، تمام تلاششون کرده بودن که برینن با خودشون و خب واقعا حرف نرم کمپانیشون اوکی بود. اینجا رو به بالا بود همه چیزشون و به نظر منم احتمالاً میرفت رو به بالا، چون من خودم نیجی سانجی رو اسمش رو واسه مدت خیلی زیادی نشینه بودم و قبل از اینکه از درامای سرن تاتسوکی خبردار بشم به قولی دوباره شروع کردم شنیدن اسم نیجی سانجی و رفت بالا پرایس مارکت، با اینکه درامای چیز داشت اتفاق می افتاد، درامای سرن تاتسوکی، ولی انقدر بد هندلش کردن و انقدر خرابش کردن که ریدن به کمپانی خودشون و همچنان دارن میرینن به کمپانی خودشون و امیدوارم انقدر برینن به کمپانی خودشون تا کاملا بستشن، چون کمپانی کثیفی هستن. ممنونم که این ویدیو رو تماشا کردید. یکی از دلایلی که این کمپانی بدم میاد اینه که یکی از ویتیوبرایی که به نظرم ویتیوبر خیلی خوبیه، همون اسکارله که گفتم، گیر افتاده اینجا واقعا، و هم از لحاظ اینکه کمپانیشون کثیفه، هم از لحاظ اینکه فن بیس مزخرفی دارن و خیلی وقتا میخواد تو سرش این قضیه. کلا به نظرم اسکارله ویتیوبر خوبیه، واسه همین یکم فشار میخوام. با این نمیبینمش، اسکارله هم حتی نمیبینم، ولی خب دوست دارم موفق بشه پرسام ریزون. حالا مهم نیست، مهم اینه که میتونید ببینید که چطوری یه کمپانی خوب نباشیم و ازش یاد بگیرید که اگه کمپانی زدید یا هر بیزینسی، نه کمپانی، هر کاری رو شروع خواستید بکنید، از اینجا ایده بگیرید از نیجی سانجی و کارهایی که نیجی سانجی کردن انجام ندید. ممنونم. اونجوری میتونید موفق شید به عنوان کمپانی. ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید. اگه خوشتون اومد لایک و ساب فراموش نشه و خب همین فعلا.